کل بازی های گوگل پلی اینجاست. بیا و ادامه کلیپو ببین، کلی بازی در انتظارته. سلام وقتتون بخیر باشه. آقا ما اومدیم توی پلی استور. خب ویدیو قبلی دیدین، رفتیم یه بازی رو دانلود کردیم، نصب کردیم، بازی کردیم، توضیح دادیم. حالا میخوایم بریم برای یه بازی دیگه. بریم چی پیدا میکنیم نصب کنیم، بازی کنیم. یه بازی جذاب ببینید چطوره. فکر کنم این خیلی جالب نباشه. حالا ریتش هم جالب نبود. این چیه؟ اینو بریم. خب بریم برای نصب. 128 میگه بره نصب کنه تا استارت بزنیم ببینیم که چطوریه. بین این بازی ها شما هم اگه نظری داشتید، بازی رو دوست داشتید که تست کنید، حال نداشتید خودتون نصب کنید، جذابیتشو بدونید چجوریه، بگید آقا، بگید که ما نصب کنیم، راش بندازیم تا شما راحت بعدا بازی کنید. بذارید اول در مورد بازی ببینید. خب تانک ها رو داریم اینجا از خود بازی داریم که اکت ها فکر کنم اینا ابیلیتیه، لحظه های درگیری. بالای 100 میلیون نصب شده، ریتش 4.5 خوبه. عدد بالای 100 میلیون نصب شده 2 میلیون نظر دادن. مثلا 12 بازی و دیگه کامنت های خوبی هم گذاشتن، کامنت های بدی نیست. خب نصشه بریم واسه یه داخل بازی که ببینیم چطور بازیش. بازی قبلی رو که برید حتما ببینید، بازی باحالی بود، بد نبود. باحالی بود که نه، بد نبود، خیلی بازی مالی نبود. خب accept. برای اون بالا بیاره بازی رو.
خب صدای بازی رو آف میکنین که شما صدای منو بشنوید. این تانک اولین این رایگانه، بقیه باید بخری، پایینش آپگرید داره. اینجا جعبایی که بهت میده رو دریافت میکنی، ابیلیتی ها حتی کنم به صورت شانسی بهت میده. اوکی. خب اینجا کارتاتو فکر کنم بریم یه دست بزنیم. خب بذاریم براتون موزیک رو ران کنم که بشنویم، با صدا جذاب تر فکر کنم. بچه اینجا میتونید از تیراتون استفاده کنید، تیرایی که میخواید. مثلا من الان اینو میذارم. و فکر کنید برای شلیک. اگه اشتباه نکنم من اینجا مدل قبلا بازی کرده بالتر رو حس میکنم، نمیدونم. چه ابیلیتی مزخرفی داره. خب بذارید اینو بذارم تو قاچش تموم شده. تبلیغات گوگل پلی واقعا سرویس میکنه. خب آقا اینجا میگه که تو میتونی تیرتو بکنم آپگرید کنی اگه آره این آپگرید داریم باز. حله. خب اینجا بازم آپگرید داشتیم. خب این باید ویدیو ببینیم. خب میخوام ویدیو ببینم. یه دست دیگه بزنیم. این بازی شبیه بازی ریسکه، بورد گیم ریسک، ولی جذاب. من به این بازی خب آقا اینم از این بازی. صداشو خفه کنم. من فکر کنم روی اینم باید اسم همون بازی متروی، اینم باید اسمشو بزنم بازی متروی، یا مثلا بازی تو مسیری. بازی بسیار هیجانی نیست که خواهی فلان جا باشی و فلان کار رو اینا. شاید مثلا اینا رو باز کنی نمیدونم چیز عجیب تری بشه. حالا هم بیشتر بازی میکنم ببینم قفلا اینا باز بشه چی میشه، چه کارهای دیگه میشه کرد، چجوریه، تانکای دیگه شون چجوریه، چون ولکه نمیکنم من. خب آقا تا یه ویدیوی دیگه خوشحال و سرزنده باشید. حتما لایک کنید چون خیلی انرژی میگیرم ازتون. حتما سابسکرایب کنید، واقعا از دل خوشحال میشم. به ویدیوهای دیگه هم سر بزنید. دورتون بگردم. ماچو کله همتون. خداحافظ. شبتون بخیر.